امروز ما قرار است یاد بگیریم که CISD چیست. CISD یکی از مهمترین مفاهیم ICT است که برای ما از اولین نشانه تغییر روند در قیمت صحبت میکنه. خب what is CISD؟ CISD چی است؟ CISD که مخفف Change in State of Delivery گفته میشه، یعنی برای ما این نشان میده که دلیوری قیمت چه کار کرد؟ چنج شد. اگر مارکت تا حال را به سمت بالا در حال حرکت بود، دیگه حال احتمالاً دیگه چنج شده به سمت پایین باید حرکت کنه. اگر تا حال را به سمت پایین قیمت در حال ریزش بود، حال چی شده؟ چنج شده، باید به سمت بالا حرکت کنه. این مفهوم بر ما CISD میرسونه. بسیار خوب. CISD چی شکل است؟ خب میریم در مورد پترن یا شکل ازی صحبت میکنیم. اول قبل از اون برای شما باید بگویم که معمولا قیمت به این دو لیول کلیدی زیاد واکنش نشان میده. همو فیر ولی گپ و دیگه لیکویدیتی. درست؟ این همیشه شما یادداشت کنید. مثلا اگر ما یک FVG داشته باشیم، سیز یک FVG داشته باشیم، قیمت بیا به FVG برخورد کنه و ایجا خرید شروع شود. آبجکت قیمت دو چیز است. به سمت بالا که حرکت میکنه خود را به یک FVG دیگه برسانه، یا که خود را به چی برسانه؟ به یک بای ساید لیکویدیتی برسانه. مثلا گیریم که به شکل اگر مارکت داشته باشیم، در بالا ما چی را داریم؟ در بالا یک بای ساید لیکویدیتی را داریم، بای ساید لیکویدیتی، و در پایین وقت قیمت به FVG برخورد کرده بود به سمت بالا که حرکت میکنه دو آبجکت دارد. درست؟ آبجکت اولش است که خود را به FVG برسانه، از FVG عبور کرد باز خود را به بای ساید لیکویدیتی برسانه. این دلیوری قیمت در این مناطق معمولا چنج بشه. درست؟ برعکس هم عین قضیه صدق میکنه. یعنی که من چارت را اگه اینورت بکنم، اگر قیمت به سمت بالا به FVG برخورد کرده باشه، درست، به FVG فروش، وقتی که به سمت پایین قیمت حرکت را آغاز میکنه، آبجکتش دو چیز است، یا دوباره به FVG میاد یا دوباره به یک سل ساید لیکویدیتی خود را میرسونه. یا دیگه میتونه که دلیوری چنج شوه، یا دوباره که مارکت به سل ساید را بگیره و بعد از گرفتن سل ساید دلیوری قیمت چنج شوه. بسیار خوب، این را لازم داشته باشیم. خب مثال را که من اینجا برای شما نمایش میتونم اوی هست که ما در تایم فریم یک ساعته یک FVG را داشتیم. درست؟ من چارت را براتون کات میکنم که دقیق تر بیاین ایره ببینید. خب من اینا را پاکش میکنم، رو اینا کار نداریم. خب ما چی را داریم؟ یک FVG را داریم. وقتی قیمت به سمت پایین میاد، چی است هدف قیمت؟ که بیا یک FVG را پر کنه، یا که بیا دوباره یک سل ساید لیکویدیتی را بگیره. دو هدف داره. درست؟ پس ما یک FVG را داریم دیجا و در پایین چی را داریم؟ یک سل ساید لیکویدیتی را داریم و این معلوم است که قیمت به سمت بالا ساختار قبلا شکستانده بود. پس ما انتظار که از قیمت می داشته باشیم است که دوباره به روند صعودی خود حرکت بده. وقتی که به سمت پایین میاد، ما انتظار داریم که از FVG چی کار کنه؟ ریورس کنه. بسیار خوب. آبجکت اولی است که وقتی قیمت به FVG برخورد کنه ریورس میکنه. ما در تایم فریم 5 دقیقه ما منتظر برخورد هستیم. در 5 دقیقه اگه به مارکت دقت کنیم، اینجا ما چی داریم؟ یک سوینگ لو. این سوینگ لو برای ما چیست؟ سل ساید لیکویدیتی. یک سوینگ لو هم دیگه داریم. میام برای ما چیست اینا؟ یک سل ساید لیکویدیتی است. در داخل FVG ما سوینگ لو ها را هم نشانی میکنیم یا سوینگ های را هم نشانی میکنیم به عنوان لیکویدیتی. خب منتظریم که قیمت به این برخورد کنه. درست؟ خب دقیقاً ما اینجا کار داریم. زمانی که آمد قیمت در داخل FVG یک ساعته شد و در اینجا که یک سوینگ لو بود، سل سایدی را گرفت ولی پایین را نگرفت. درست؟ چیزی که در اینجا مهم است این است که CISD چی است. CISD به مو کندل گفته میشه در حالت صعودی، اما آخرین کندل نزولی یا چندین دانه کندل نزولی اگر داشته باشیم، اما آخرینش قیمت بالای اوپنش باید چی کنه؟ کلوز بده. وقتی که کلوز داد، این میره برش ما چی میگیم؟ Change in a state of delivery یا مو CISD. یعنی که قیمت در حال پایین آمدن بود، به لیول کلیدی ما برخورد کرد و حالا چی شد؟ دلیوری قیمت چنج شد. حالا شما چیکار کردن میتونین؟ شما میتونین که دمی قسمتی که CISD اتفاق افتاده یک اوردر لیمیت بکنین و در پایین سوینگ لو استاپ لاس برش بگذارین. خب قیمت چیکار کرد؟ از FVG حرکت کرده و آبجکت بعدی چی است که دوباره برای چیکار کنه؟ یا داخل یک FVG دیگه بره، یا که اینجا ما دیگه FVG رو نداریم. مثلا یک FVG که داشتیم فعلا نمی است که قیمت فعلا برش برخورد کرده ولی از قیمت از لیول بالاتر حرکت کرده، دیگه FVG در این قسمت نداریم. پس مارکت تارگتش چی است؟ بسیار راحت است که در بالا بای ساید لیکویدیتی را که داریم، مارکت باید به سمت یمی
بای ساید لیکویدیتی چیکار کنه؟ بعدش باید حرکت کنه به این شکل. درست؟ ما اینطوری را ثبت میکنیم در اینجا، منتظریم که قیمت دیم که می فیجی را فیل کرد، منتظریم قیمت برگرده، اینطوری ما را فال کنه و دوباره به سمت تارگت خود که مو بای ساید لیکویدیتی است حرکت کنه. به این شکل بسیار تارگت خود که زد مارکت یک ریورس کرد. درست؟ خب این از مثال خرید CISD بود. پس CISD چی است؟ CISD ما شکلش بر شما ترسیم میکنم. CISD به این شکل است. ما منتظریم که قیمت به لیول کلیدی برخورد کنه. به لیول کلیدی که برخورد کرد، چی یک کندل نزولی در لیگ باشه، چی چندین دانه کندل نزولی که در لیگ است. با مجرد که قیمت بالای زی کلوز داد دیگه ما چی را داریم؟ همون CISD را داریم برای خرید. حالت فروش برعکس قضیه است. مثلا ما یک لیول کلیدی را داریم. خب لیول کلیدی همین نقل را که براتون دادم بسیار واضح است، یا EFG یا لیکویدیتی. خب این گیریم که می EFG است. قیمت وقتی که به سمت بالا حرکت میکنه، ما در داخل از لیول کلیدی مارکت را که دقت کنیم، ما چی را داریم؟ یک سلسله کندل سعودی را داریم، یا میتونه که یک کندل سعودی باشه، فرق نمیکنه. با مجرد که قیمت پایین از این کلوز داد دیگه ما چی را داریم اینجا؟ همون CISD را داریم. درست؟ CISD Change in state of delivery، تغییرات در چی آمد؟ delivery price آمد. به شکل انتظار فروش را داریم. این مثال را که جواب برای شما دادم یک مثال خرید بود. یک مثال دیگه مثلا دمیجه بعد از اینکه مارکت اگر دقت بکنیم چه اتفاق افتید، مارکت همین بالا باید لیکویدی را گرفت، یک ریورس کرد، ما دوباره چی را داریم اینجا؟ یک EFG دیگه را داریم. درست؟ در تایم فریم 15 دقیقه یک EFG دیگه را داریم. میتونه که دوباره پس لیول کلیدی باشه که برای بلند رفتن قیمت. مثلا به میره بررسی بکنیم. تانوز قیمت داخل EFG نامده، همین EFG 15 دقیقه ما یک دقیقه به شکل موجود میشه. ببینیم که مارکت وقتی که ایلو را میگیره چه اتفاق میفته. صحیح؟ قیمت آمد ایلو را گرفت. CISD چه وقت اتفاق میفته؟ اینجا ما چند کندل نزولی داریم؟ بعد از کندل سعودی یک کندل داریم. با مجرد که قیمت بالای همین کندل نزولی چیکار کنه؟ کلوز بده، ما چی را می داشته باشیم؟ همین CISD را می داشته باشیم. تا هنوز کلوز نداده، حالا چی داد؟ کلوز داد. میتونیم که از این CISD انتری کنیم و استاپ لاس ها در پایین سوینگ لو قرار بدیم و دوباره چی را تارگت کنیم؟ گفتیم که بای سایت لیکویدیتی اینجا داریم و اینجا داریم. درست؟ و قبل از اینکه MSS شو اتفاق میفته، MSS دیگه اینجاست. تا که نشکنه MSS نیست. شما میتونید که به وسیله CISD قبل از اینکه MSS رخ بده انتریتون را بگیرید. و کندل بعدی مستقیم انتری فال شد، به سمت بالا رفت که جای MSS کردیم. دوباره بعد از MSS مارکت پول بک آمده بود و دوباره ما چی را داشتیم؟ دوباره یک EFG را داشتیم که قیمت آمد EFG یک دقیقه برخورد کرد و دوباره ببینیم که مارکت این سوینگ لو را هانتش کرد و این را هانتش کرد و بالای آخرین کندل نزولی که بود، نه دو کندل نزولی بالای اوپن از چی داد؟ کلوز داد و دوباره پس چی را داشتیم؟ دوباره یک CISD دیگه داشتیم که جا قیمت آمد به مو CISD. ما میتونیم چیکار کنیم؟ از این نقطه انتری بگیریم و استاپ لاس در پایین اینجا قرار بدیم و دوباره تارگت کجا؟ تارگت همین سیم بای ساید لیکویدیتی که در اینجا قرار داشت. تا که بالاخره قیمت همو تارگت را که ما انتظار داشتیم خود را رساند. این به شکل کار میکنه. ما یک لیول کلیدی را پیدا میکنیم، در لیول کلیدی منتظر میشیم که قیمت چیکار کنه؟ دلیوری خود را چنج کنه. دلیوری به چه شکل چنج میشه؟ زمانی که قیمت بالای یک سلسله کندل مخالف خود کلوز بده یا پایین کندل مخالف خود. مثلا این تایم فریم 4 ساعته را یک دفعه یک مرتبه نگاه بکنیم چه اتفاق افتیده. این خریدی که به سمت بالا شده است. کجا شده دقیقاً؟ اگر به مارکت را دقیق ببینیم، اینجا ما چی را داریم؟ تو اینجا چی؟ یک EFG را داریم. درست؟ تایم فریم 4 ساعته. و در بالا چی را داریم؟ در بالا ما یک EFG فروش داریم. در شروع روز مارکت آمد به EFG خرید خود. گفتیم وقتی که از EFG حرکت کنه قیمت باید به کجا بره؟ باید یا یک بای ساید را بگیره، اگه اینجا استاپ میشه باید دوباره پس در EFG برخورد کنه که اونجا استاپ شه. زمانی که قیمت به EFG برخورد میکنه ما در تایم فریم های کوچک مثل 5 دقیقه منتظر چی هستیم؟ change in state of delivery هستیم. خب بیایم ببینیم مارکت را
قیمت آمد برخورد کرد به سمت بالا رفت، چیز تغییرات نامد. باید مارکت یک مرتبه دیگه همین سوینگ لو را هانتش کنه. صحیح، سوینگ لو را هانتش کرد، بعدش به سمت بالا مارکت چی داد؟ بالای اما آخرین کندل که ببینیم چی است؟ کلوز داد. این برمون چی میشه؟ CISD میشه. اینجا من یک چیز زیاد باری که براتون یادآور میشم که خیلی زیاد مهم است. اگر دقت نکنین ممکن که در این حالت زیاد ساپلاس شاید. برای CISD چون گفتیم CISD یکی از ارلی انتری است. این انتری پیش از تونس مصرف نمیده. خب بعد از اینکه CISD اتفاق میفته باید شما همیشه توجهتان به چی باشه؟ به FEG باشه که باید یک FEG شکل بگیره. اگه FEG شکل گرفت دیگه فوق العاده است. اگه FEG شکل نگرفت دیگه و انتری دیگه بلد نیست. میبینیم که بعد از اینکه CISD آیا کدام FEG دیگه شکل گرفته بود؟ نه خیر، شکل نگرفته. به این خاطر مارکت ریورس کرد. و یا یک اینورت کنه یک FEG فروش را که دیگه باشه برای اینورت کنه کی کارم قیمت حالا نکرده بود. اگه اینجا اینتری میگرفتیم در پوینت استاپ لاس میگذاشتیم و این اینتری استاپ میشد به احتمال خیلی زیاد. بریم ببینیم که بله به این شکل بار دیگر آمد قیمت این سوینگ لو را هانتش کرد. حالا باید قیمت در کجا کلوز بده؟ بالای اینی کندل. زمانی که بالای این کندل کلوز بده ما چی را داریم؟ CISD را داریم. بیایم ببینیم چه اتفاق میفته. خب حرکت خوبی بود و حالا کلوز درست. حالا کلوز آیا این CISD ولید است؟ بله. چرا؟ به خاطر چی؟ که جمع FEG شکل گرفت، دیسپلیسمنت آمد و در پایین ما اگر نگاه کنیم چی شد؟ اینورت شده FEG. درست. ما چیکار کردم میتونیم؟ اگر مارکت دوباره پس در لیول پول بک بیا اینجا انتری کردم میتونیم استاپ لاس در پایین سوینگ لو گذاشتم میتونیم تارگت را ای FEG در تایم فریم 4 ساعته بود. کجا بودم میتونه تارگت ما؟ این FEG 4 ساعته بعدی یا این بایس لیکویدیتی به شکل ما ترید را میگیریم. ببینیم که قیمت در اینجا پول بک پس میاد. فکر نکنم متاسفانه اینجا پول بک آمده نتونست و دوباره در FEG که در 5 دقیقه ساخته بود دوباره اینجا آمد. اگه همینجا هم دقت کنیم مارکت اینجا مارکت خرید داد به سمت بالا رفت. که چرا مثلا در اینجا پول بک نامد؟ باز بحثش یکم که تخصصی است. به خاطر اینجا بریک اوی گپ داشتیم. در بریک اوی گپ ها معمولا مارکت پول بک نمیاد و در مورد FEG ها ما مکمل ویدیو ساختیم. بزرگتر ببینید که در مورد بریک اوی گپ ها معلومات براتون دادیم. دوباره مارکت لو را گرفت با مجرد که بالای از کندل کلوز میته. بیایم تو این فریم 1 دقیقه مثلا FEG 5 دقیقه است. بیایم تو این فریم 1 دقیقه و زودتر از تغییرات قیمت مطلع شیم. قیمت سوینگ لو را اینجا گرفت. صحیح. بر اولین مرتبه بالای کندلای نزولی کجا شد؟ اینجاست. کندل کلوز بده چی را ما می داشته باشیم؟ امو CISD را می داشته باشیم. درست. CISD را داریم. در این لیگه که مارکت CISD داره آیا FEG شکل گرفته؟ بله. یمو FEG است. و آیا اینورژن هم داریم؟ بله. اینجا ما یک اینورژن هم داشتیم. درست. پس میتونیم که از این CISD در قسمت انتری داشته باشیم برای خرید. صحیح. و استاپ لاس کجا بگذاریم؟ در پایین در قسمت و قیمت های بالاتر میتونیم دوباره که همین بای ساید لیکویدیتی که در قبل مشخص کرده بودیم چیکار کنیم؟ تارگتش کنیم به شکل. درست. بای ساید لیکویدیتی را. خب بریم تا این فریم 4 ساعته یک مرتبه دیگه بریم ببینیم که مارکت به چه شکل حرکت کرد. خب بسیار خوب. ما در این قسمت که این سوینگ های داشتیم یک بای ساید لیکویدیتی بود تا این فریم 4 ساعته. میتونیم بریم تا این فریم های 5 دقیقه ببینیم که آیا که بعد از اینکه مارکت این بای ساید لیکویدیتی را جمع آوری کرد کدام انتری برای فروش بر ما داد یا خیر. ما چی را داریم؟ این قسمت این کندل میبینید اگر مارکت پایین از این کلوز بده چی میشه؟ بیرش CISD میشه. میتونیم که به فکر فروش باشیم. این کار را نکرد. اگر مارکت این سوینگ های را بگیره اگر به پایین از این کلوز بده بازم اوکی است چون ما در یک لیول کلیدی قرار داریم. درست. که مارکت این کار را انجام نداد باید پایین از این کلوز بده. در اینجا ما چیزی را نداریم. یکی از اینجا چیزی نداریم. این CISD گفتن نمیشه یادتان باشه. CISD به شکل است. مارکت بالا یک سوینگ های بره بعدش به پایین لو کلوز بده. بالای سوینگ های اینجا رفت تا از کدام سوینگ های را بالایش نخیر. پس اگر با این
این لو کلوز میته و CIZ گفته نمیشه تا که بالاخره قیمت از یام عبور کرد. خدا به کجا رساند؟ امو ایفیجی را که در تایم فریم 400 مشخص کرده بودیم خود را به موجه رساند. ببینیم که در این قسمت آیا CIZ چیزی را داریم یا خیر. مارکت یک سوینگ های را گرفت. اگر پایین لو کلوز بته باز ما چی را داریم؟ CIZ می داشته باشیم. بله مارکت چه کار کرد؟ پایین لو کلوز داد. صحیح. دلیلی که مارکت CIZ داره آیا کدام ایفیجی داریم؟ معلوم است که ایفیجی داریم. پس این CIZ برای ما چی است؟ ولید است یا معتبر است. میتونیم بعد از دیدن از این مستقیم همینجا انتری کنیم و استاپ لاس کجا بگذاریم؟ بالا این سوینگ های. کجا را تارگت کردن میتونیم؟ بسیار ساده است. سلسل لیکویدیتی به مثلا ایلو را میتونیم تارگت کنیم و ایلو را میتونیم حداقل فعلا بینان تارگت در نظر بگیریم. ببینید که چه اتفاق میفته و بالاخره آیستا قیمت به این سوینگ لو که رسید یک ریتریسمنت کرد به سمت بالا تا که بالاخره قیمت به این تارگت ما که در پایین بود اینجا برخورد کنه. اینا CIZ به شکل است که امو ایفیجی یک ساعته بود که پس CIZ خرید بر ما داد که مارکت به سمت بالا خرید شد. بسیار خوب. چیزی که دیگه زیاد جالب است ببینیم که قیمت در داخل ایفیجی 400 در 50% که برخورد میکنه. اینجا مارکت به صورت اکسترنال و اینترنال هم گفته میتونیم. به صورت اینترنال چی داده؟ برای ما یک CIZ داده. یعنی به شکل است قیمت رفته داخل زون سوینگ فیلیر کرده به شکل درست و این را استفاده نکنین برای فعلا، اما تنها شما به صورت اکسترنالش استفاده بکنین، یعنی که قیمت در داخل زون که میه آن کنه سوینگ های بعدش پایین کلوز بده در این لیگ ایفیجی داشته باشیم یا در این لیگ اینورت ایفیجی باشه که اینورت شده باشه که امو تاییدی قوی داشته باشین میتونین که انتری کنین برای قیمت های پایین تر. اینجا به صورت اینترنال هم اگر چی داده ببینیم که مثلا میشد انتری رو اینجا داشته باشیم. صحیح. استاپ لاس هم میتونیم که بالا این سوینگ هایی که در بالا اینجا قرار بدیم و دوباره از داخل ایفیجی 400 تا چی رو تارگت کنیم میتونیم از سمت پایین دوباره یک ایفیجی را یا میتونیم که دوباره این سوینگ هایی که در پایین است اینا را تارگت بکنیم برای فروش. یا به شکل که بالاخره روز در این قسمت ها تکمیل میشه. یا در رابطه از چی بود؟ CIZ بود که چه رقم استفاده کرده بتانیم. خب چیزی که دیگه زیاد مهم است این است که شما شاید ما چندین روش انتری را خوندیم، مثل بریکر است یونیکورن میشه و مثل MSS که به واسطه MSS انتری کنیم، مثل CIZ که خوندیم من نظر به CIZ انتری کنیم. خب شما تمام انتری را مطالعه میکنین و در روی گراف وقتی قیمت در زون که مد نظر شماست میرسه شما دنبال انتری از این سه الگویی را که خواندیم هر کدامش را که دید شما میتونید که انتری بگیرید. دیگه هیچ مشکل نیست. به خاطر متنوع انواع زیادش را میخوانیم که به خاطر که همیشه یک انتری را قیمت نمیده برای ما و همین خاطر سه انتری را خوب سعی کار بکنید رویش مستر شوین و در داخل لیولای کلیتون و دنبال همین سه الگو بگردین و دیگه تریدتون دیگه بعد از این فوق العاده میشه. دیگه فعلا وقتتون خوش.